من اومدم با پارت دوم 3 تا از ترفندهای مخفی موبایل. سلام، اینجا ترفندتایم. خیلی خوش اومدین به این آموزش. امروز قراره پارت دوم آموزش 3 تا از ترفندهای مخفی موبایل رو داشته باشیم که پارت اول این آموزش قبلا ضبط شده توی چنل هست، لینکش رو بالای ویدیو میذارم، حتما برید اون هم ببینید و اون 3 تا ترفندی که اونجا گفتم هم ازش استفاده بکنید. امروز قراره 3 تا از ترفندهای جدید و کاربردی رو یاد بگیریم که اولیش مربوط میشه به حافظه کیبوردمون. درست شنیدید، کیبورد گوشی هم حافظه داره و میتونید اون چیزها و اون کلماتی که زیاد ازشون استفاده میکنید رو توی حافظه این کیبورد سیو بکنید. من حالا این آموزش رو روی کیبورد گوشی سامسونگ دارم امتحان میکنم، روی شیائمی خبر ندارم جواب میده یا نه. اگر گوشی شیائمی دارید و امتحان کردید و جواب داد، حتما توی کامنت ها بنویسید که اون عزیزایی هم که شیائمی دارن بتونن استفاده بکنن. برای این کار شما باید اون عبارت یا اون رمز یا اون شماره کارت یا هر چیز دیگه که خیلی ازش استفاده میکنید و لازمتون هستش رو با یک عبارت مخصوص به خودش سیو بکنید که وقتی اون عبارت رو زدید توی قسمت پیشنهادهای کیبورد اون چیزی که سیو کردید واسهتون با رنگ آبی نمایان بشه و وقتی روش بزنید واسهتون پیست بشه روی صفحه چتتون و راحت بتونید ازش استفاده کنید. حالا من قبلا این کلمه تجارت رو سیو کردم که وقتی اینجا تایپش میکنم عددهای آبی رنگ توی کیبورد به من پیشنهاد داده میشه که وقتی روش بزنم اینجا پیست میشه و به راحتی میتونم از اون چیزی که سیو کردم استفاده کنم. برای این کار میریم وارد قسمت تنظیمات میشیم، تنظیمات خود کیبورد، از همین قسمتی که علامت تنظیمات داره و بعد قسمت میانبرهای متن رو انتخاب میکنیم و وقتی که وارد بشیم با همچین صحنه روبرو میشیم که من قبلا 2 تا چیز اینجا سیو کردم. برای سیو کردن چیز جدید بالا علامت به علاوه رو که بزنید واسهتون این کارت بالا میاد که باید پرش بکنید. اول باید اون عبارتی که میخواین وقتی سرچ کردید این چیزی که سیو کردید واسهتون بالا بیاد رو میزنید. حالا من میذارم ترفند تایم. بعد پایینش بعد اون چیزی که میخواین سیو بکنید رو بزنید. حالا شماره کارت، شماره موبایل، رمز اکانتاتون یا هر چیز دیگه ای رو اینجا وارد میکنید و بعد افزودن رو میزنید. و بعد که برگردیم روی کیبوردمون وقتی من تایپ بکنم ترفند تایم توی قسمت پیشنهادها اون عددهایی که سیو کردم به رنگ آبی به من نشون داده میشه. همون قسمت وسطش هم هست که راحت تر بتونیم ببینیدش. روش که بزنم این عددها اونجا پیست میشه و به راحتی میتونم ازش استفاده بکنم. حتما از این ترفند غافل نشین و اون چیزهایی که خیلی ازشون استفاده میکنید، اون چیزهایی که خیلی ضروری هستن واسهتون رو سیو بکنید که اگر در دسترستون نبود منبع اصلیش بتونید ازش استفاده کنید و کارتون لنگ نمونه. حالا میریم سراغ ترفند دوممون. ترفند دوم مربوط میشه به تنظیم بک‌گراند صفحه تماسمون. یعنی وقتی گوشیمون زنگ زد اون عکسی که انتخاب کردیم زیر اسم مخاطب باشه و بک‌گراند تماسمون باشه. برای این کار میریم وارد بخش تلفن میشیم و بعد 3 نقطه رو میزنیم و تنظیمات رو انتخاب میکنیم و بعد قسمت پس زمینه تماس رو انتخاب میکنیم و اون سیم کارتی که میخوایم پس زمینش عوض شه رو انتخاب میکنیم. وقتی وارد بشیم با همچین صحنه مواجه میشیم که 2 تا قسمت داره اون پایین. یکیش چیدمانه که به ما میگه که شما 2 تا حالت داره که چطور اسم مخاطب و شماره‌اش نشون داده بشه روی بک‌گراند. و قسمت بعد پس زمینه است که وقتی وارد بشین پس زمینه‌ای که قبلا استفاده کردین هست برای جدیدش به علاوه که بزنید وارد گالریتون میشه و اون عکسی که میخواین رو انتخاب میکنید و اون رو واسهتون میاره و بعد تنظیم برای پس زمینه تماس رو که بزنید تنظیم میشه. حالا توی این قسمت شما میتونید ویدیو هم تنظیم کنید به این صورت که دوباره وارد قسمت پس زمینه میشید و دوباره وارد گالریتون میشید تا اون ویدیویی که انتخاب خواستید رو انتخاب کنید و بعد واسهتون میاره ویدیو رو که اینجا به ما گفته 15 ثانیه باید کات بخوره از این ویدیو، چون این ویدیو از 15 ثانیه بیشتره. روی علامت قیچی که بزنم این صفحه رو واسم میاره که به من امکان این رو میده که 15 ثانیه از ویدیومو کات کنم. روی انجام شد میزنم و منتظر میمونم که این ویدیو 15 ثانیه ازش رو کات بزنه برای من و وقتی که کات زد میتونیم اون رو تنظیم بکنیم و ازش استفاده بکنیم. حالا اینجا ما اومده یک گزینه دیگه هم داده، اونم اینه که از صدای این ویدیو برای زنگ تماس استفاده بشه یا نه صداش نباشه و از خود زنگ تماس استفاده بشه که خودتون هر طور دلتون خواست تنظیمش میکنید و بعد روی قسمت تنظیم برای پس زمینه رو که بزنید این ویدیو تنظیم میشه و به همین راحتی میتونید بک‌گراند تماستون رو عوض بکنید.
حالا قراره من در کنار این یه ترفندم برای عوض کردن مجدد بهتون بگم، چون آدم دلش میخواد هر چند گاهی این عکس رو عوض کنه. لازم نیست این مراحل رو تکرار کنید. میرین وارد گالریتون میشین و اون عکسی که میخواین رو انتخاب میکنین، روی استک گزینه میزنید و تنظیم برای پس زمینه رو که بزنید، پس زمینه تماس رو انتخاب میکنید و بعد اون سیم کارتی که دلتون میخواد رو انتخاب میکنید و بعد که روی تنظیم بزنید به راحتی بک‌گراند تماستون عوض میشه و لازم نیست اون مراحل طولانی رو دوباره طی بکنید. حالا ترفند سوممون مربوط میشه به این که شما وقتی 2 بار زدین رو بک‌گراند گوشیتون صفحتون خاموش بشه یا روشن بشه که امکان اینکه از گوشیتون استفاده کنید سرعتش رو میبره بالا و کمک کنه در مواقع ضروری زودتر خاموش بشه. وارد تنظیمات میشین، قسمت ویژگی‌های پیشرفته رو انتخاب میکنیم و بعد حرکات و اشاره ها. اینجا 2 تا گزینه اول رو باید روشن کنیم که یکیش برای روشن شدن، یکیش برای خاموش شدن و بعد وقتی 2 بار بزنید رو بک‌گراند LCD گوشیتون هم خاموش میشه هم روشن میشه. خب این آموزش من تمام شد. 3 تا از ترفندهای کاربردی موبایل بهتون گفتم، امیدوارم کلی به درتون بخوره. ببخشید اگر سوالی داشتید توی کامنت ها بنویسید، حتما جوابتون رو میدم. و اینم بگم که ما اینجا توی چنل ترفند تایم روزانه ویدیوهای مرتبط با ترفندهای موبایل و فضای مجازی منتشر میکنیم که خیلی بهتون کمک میکنه. پس حتما این ویدیو رو لایک کنین، چنل ما رو سابسکرایب بکنید و زنگولش هم فعال بکنید تا هم به من روحیه بدید و هم خودتون بتونید چیزهای بیشتری یاد بگیرید. پس تا ترفند دیگه از ترفند تایم، خدا نگهدار.